أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Konuşamıyor bu arada. Bu taraf ya, bu taraf. Ona makam İbrahim. Bardarın eriz. İmruz Cuma است. همه شما را بر روز جمعه تبریک میکنم و دعاگوی آن هستم که خداوند بخشنده مهربان هر یکی شما را برادرانی که مرا میشناسین و اپا و خواهر که مرا میشناسین دوستان من دوستان خداوند دعا میکنم که خداوند بخشنده مهربان شما را نصیب این مکان بگرداند. دعا میکنم خداوند بخشنده مهربان نفرانی که بی فرزندند از یزدان پاک برایشان فرزند سالم عطا بگرداند. و دعا میکنم که هر کس امیدوار است خداوند بخشنده مهربان و آسانی مشکلاتش آسان گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان پدر و مادر شما را حاجی گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان فرزندای شما را حاجی گرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که آینده فرزندای شما را آینده نسل شما را خداوند نصیب اینجا بگرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که همه وقت مردمی توجیک سربلند باشد. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان سرور وطن را خداوند بخشنده مهربان نگهبان باشد. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان رئیس شهر دوشنبه را خداوند نگهبان باشد. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان همه شما را دعاتون خداوند بخشنده مهربان مستجاب گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان نمازهای خواندگیتون قبول بگرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شما را مثل ما نصیب گرداند. آمین.
نه ساوزه اونا هست اخنا اونا ساوزه ساوزه میره بله برادران عزیز هر نفری که میخواه با از پیش همین ساعت برویا یا که جای اتوبوسو استانوکای اتوبوسو باشه نگاه کنین که من نشانه هایی که در اونجا هست نویسندگی است همش یا هر رنگ دارد اما единственный رنگ سبز است رنگی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دوست می داشت رنگ سبز است راست به راست ساعت است و جایی که اتوبوسو هست اتوبوسای گاستینسا تمام گاستینسا اتوبوسشون از همینجا است بسیارتر ده مقصد وقتی که اتوبوس شما را میبرن اهمیت این که شما از کدام در میدروید من همین نشانه ها را در یاد گیرید ان شاء الله که شما رهگم نمیزنید من نشانه دیگر این خیلی چندین نشانه ها هستن یکی از نشانه هاش نمیه کینگ عبدالعزیز گیت از اینجا فقط برمیبره وقتای اخیری روز ساعتایی که ما در شهر مکه هستیم برادران هر چیزی که اول دارد انجام هم دارد سرسری هر یک چیز با انجام دارد و همین خاطر آمدن ما شکانه خدا که روز چهارم بود چهارم بود نیکم آمدن ما روز چهارم بود روز 14 انشاءالله که روز 18 با انجام میرسد 14 روز سفر زیارتی ما در شهر مکه انشاءالله با انجام میرسد پگاه خدا خواهد نه امشب میریم جای پگاه 18 شب خدا خواهد ما از مسکو پرواز کردیم به شهر جده بعد مدینه آمدیم از مدینه بعد مکه من حاضر از مکه از ما جده میریم مدینه نمیریم جده میریم اتوبوس کتی ها جده نصیب باشه این ما با شهر جده میریم بعد از جده مسکو از مسکو انشالله بعد که تیریم بو خدا راضی باشه انشالله نصیب برادران زنده باشین صحت سلامت باشین نوارهای آینده را انشالله ما کوشش میکنیم که بعد از سفرمون در یکترینبورگ گذاریم بهترین نوارها را جابجا کردم و پیشکش شما باز این نواری است که ما در شهر مکه گرفته شده ایم دیگر نوارهای انشاءالله که ما گرفته بمانیم در اینجا نه تنها مردم تاجیک ازبک نیست بلکه تمام ملت هست تو بزرگ دوستانی عزیز این آخیران نواره که ما میگیریم در این автостоянка او نمیلینیم یکم ایستادگی و فکرم پر کردگی منم یکم اوه تو برای جا باشه فیروز کنه را نام یکم ایخد اونه باقی رفتی پر کدگی رای پر کدگی بافتی آی دیگریش نیم
کجا او پارا بریم نیسته پارا ne da yardım et. Göydeki mahkeme. Ahu. Anam ki. Bardan aziz. Ne dedi? Biraz rahat. Ne var burada? Ay göz bekleri. Moz pedeki yok. Ana bir de dar koruyor. Bari tarozu. Fakat Kaçma akı salamayı namı. bari ya tarozu yok. Kayısı yok. Bakıdı kanı böyle turabını bana orlo kasamayı. Famdı. Bari çiğ kuyası kanka. Bari çiğ. Bana başka kim var ya? Jazakallah. Şuna sonra. Şu dami YouTube da bunu ne sıkıntı yani kampanya tutacağım. Ya selam olsun. Yani ama kapatırız ha. Dari de dönme bir hafta sonra. Agado. Hani hafta olur. Şu Davido. Nada öyle. Ama üstüne gibi. O diyor. O da Muhalif işte. o. Barudar Cemaluddin. Barudar Cemaluddin. O Şerif. Ayşari Peyro. Allah nasip etlerden. Allah nasip etgardon. Ve Khonay Xudaş. Khonay Xudaş. Labbaykaşa labbayku. Labbaykaşa labbayku. Vazirat Khonay Xudaş. Az Allah sizlere az. Bul pırtır. Allah nasip etgardon. Cenab-ı Hakk'ın Khonay Mukaddes nasip etgardon. Xudovan her şey kabul kınar. Hidayet kınar. Tevfik bendeki iman etmeyi. Kelime-i la ilahe illallah Muhammed Resulullah در Amin. دادیش دنیا نگیره. مردم الله قسم اگه خدا یکه و گونه برات باشد. دادی کنم موزم نکود. خیلی خیلی بوش برو. خیلی زخم است. گوش کن. سلام علیکم برادران. یک چیز با شما رسوندنیم که در شهر مکه زاود آب زمزم است. ما از زاود آب زمزم رفتیم آب گرفتیم. ببینم خیلی بقلاشکا داره. در گسنیسه خوردیمش. انا یکم کس خیلی بعضی آدم‌ها گرفتن بعضیش نگرفتن. با مخلصی همین خیلی آبی همین چای زمزم به حد بسیار بده. میگن که رو از چاه بیار. از چاه آب بیار میگن. نک از چاه بیار نک. از چاه بیار که آب زمزم آب چاه دیگر است. و همین خاطر برادران ما اومدیم که از چاه بگیریم. اینه چاه هست. ماشاءالله از آب میگیریم. تلفن ترشی. باز بکشیمش که تلفن رو تر کردیم. بعضی برادرها هستن که همش دل میگن که ما در ایمون چاه ها ایمون چای زمزم آب دار ای زود ای هر کجا میتونن ای مینه برای همین ما برای بعضی برادرها از همین چاه آبیزه رو میگیم خدا هر کسی شما را نصیب گردونه ماشاءالله من بخشکوی زمون دخولی کردیم بخشکوی اوی ناتورال اوی چای زمزم بور کردیم ماشاءالله اینا مردم هم اینجا گرفته هستن لخوات سلام علیکم و علیکم سلام کامده گوری اینا برادران عزیز مخصوصان آب زمزم چای آب زمزم مرحمت بیایید انشالله که ما کوشش میکنیم که کم باشه یک قطره هم باشه با شما آب زمزم تیم انا برادران آب زمزم داده
همکنون برادران باز بعد از آب زمزم گرفتن برمیگردیم با سوی مسجد. نیم ساعت یک ساعت پیش از نماز الحرام مسجد محکم میشه. بسیار وقت مردم اسپید نمیکنن، در بیرون در بالا میخونن، در بیرون میخونن، در قد کوچه میخونن، در این پایون میخونن. از نشان تو میتونم بعضی آدم میبره و دوام 12 نهم یا 12 در مسجد در اونجا میخونن. بسیار آدم اون زنکا اونجا میخونن، مردکا هست پربو میخونن. اونجا جای کوهی صفا و مرمره طرف و این طرف خونه دوام کو همجا ندام اوی زمزم گشته بردگم. اوی زمزم مونده در اینجا صورت گرسستم. همه مردم اوزی بینید در گوششون چی دارن، در گردنشون چی دارن. اینا برای گوش کردن و برای فهمیدن اینا تواف برآمدن. او زمزم خیلی میرون نه اومدیم ده خیلی برادران عزیز بینید سوال اینا آب زمزم بعد از زادگاهی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همین خانه تولد شده است. این برتر آب زمزم است. دوام میتیم میریم اگه نصیب باشه ان شاء الله. امروز خدا خواه و روزگی خداوند ما جمع میکنیم، کور را جمع میکنیم، خونه میریم، خونه میریم انشالله. امروز 17 است، شب 17 و 18 ما از مسکو برمیگردیم انشالله. میریم به طرف مسکو. از مسکو خدا خواهد ویله داریم میریم و یکترینبورگ. جای خنوکی به حد خنوک است. در فکرم پیش اومدم و چیزای زمستانه را شخصا ما پرت افتادم در ایرپورت که جا گرمه باری زیاد البته در کار گفتم پرت افتادم. در حقیقت بارم زیاد شد. اگر نمی پرستم جا نمیشه تمام. با 10-12 کیلو دیگه بارم زیاد شد، نه 20 کیلو. آره که اول 30 کیلو افتادم. خب 5 کیلو روشنه، 5 کیلو دیگه آبی زمزم میتونم همگی 30 کیلو میشن. درسته نه شلا نمیخواه. بسیارتر میخوام که در برای حج معلوماتی هم اما خودم یکم بار اومدم بگیم هیچی را نمیدونم. چیزی را که من میبینم چیزی که شما میبینید همه چیز است تمام. انشاءالله نصیب خدا را شه در سالهای آینده، در ماههای آینده، در نیم سالهای آینده خدا را شه بیام با هم خیلی نوبرداری میکنیم، پیشکش شما میکنیم و هم معلوماتی پورا میگیریم انشاءالله. از یکی همه قد معلومات ما گرفتن میتونیم یکی همه قد شد دیدن میتونیم و با پیشکش شما میکنیم. نه مقصد چی؟ اینه ای سوال اینه قبلانده اینه بلوش دم مچیته اون بلوش جای تماشای بلو جای مچیته محتوب ده هیچ که را نمیتونن. اینه پروژه به حد پروژه خوبه. اینجا ریمون رفته است، اینجا راه آدم راه اینجا هم ریمون کردستم. این میگه معلومات دادم میتونم بعد راه بالات باشه خیلی گپ میزنه درباره هر یک سیستم، درباره هر یک کنج و کنارش ماشاءالله گپ میزنه. هوا خیلی گرم است. شمالتکای نگده کار میکنم خیلی گرم است. انشاءالله نصیب خدا راضی شوه. امروز اکنون سفر داریم. برمیگردیم
برای نوردبرداری در اینجا کسی را چیزی نمیگه. نه در کجا آب خود میخید، در کجا میشین، در کجا میخید، هیچ کار نداره. اینجا همه آزاده، چه سر لباس میپوشه چه نمیپوشه کسی کار نداره. بعضی آدم نمیخید سر نیست، اکثر احرام میپوشه، بعضی آدم نمیخید سر خورما میکنه، بعضی آدم نمیخید میکنه. من نمیبرم، بعضی آدم نمیخید میپوشه. که لباس پوشه که ادب با ادب باشه. اگه فرق نداره تو چی رنگ میپوشی چی رنگ نمیپوشی، کاستوم گروه میپوشی. من اختان آدم را دیده ایستده چکلی سر و فرما کرده. شما میتونه آماده بعد از یکم روز که شما طواف میکنید علاقه فرما آزاد میشه. این فرمایی که دیده همچون سرچاک احرام میگن. آیا علاقه یکم روز لازم میشه اما بعدا لازم نمیشه. برای همین بعضی آدمان ها میدونن طرز لباس پوشی، طرز رفتار در حج بعد هرچی بهوده عقیده میگیرن. نه برادرم من اینجا کلیسکو هستم. اگر اومدی پرسید 200 روبل میگن که در 50 سوم روزی میشن، 50 سوم 40 سوم در روز میشن. یک کباب پسنده 200 ریال میگن که سومون طواف میکنیم یا سومون عبا میگردونیم. اگر این نرد کنم خودش 240 نسیم هایدم مگازین هایی که هستن. در اینجا تو یک ماه نواربرداری نمیکنن، همه نواربرداری میکنن در سایدهای اینترنتشون میپرتن، در لیچنیوشون میپرتن. انا یکی گپشنه فقط مایه آره که